سریال پر از فراز و نشیب قماندان قطعه بدری طالبان. این بار تسلیم دهی سلاح و مهمات نظامی از سوی عبدالحمید خراسانی، چهره جنجالی در صفوف طالبان. جریان تسلیم دهی سلاح، مهمات و وسایط نظامی قطعه ناصر بدری عبدالحمید خراسانی بر جناب مولوی صاحب قدرت الله امیر مجاهدین ولایت پنجشیر تسلیم داده شد. خراسانی قماندان قطعه بدری طالبان در چند سال گذشته همواره خبرساز بوده. شرم از بر شما، نابود با شما فاشیست. در دوره جمهوریت به شکل و در دوره طالبان به شکل دیگر. روزهای گذشته عروسی چهارم پرزرق و برق او حاشیه ساز شده بود و در روزهای اخیر